بر ایران از کنگاور. معبد آناهیتا یا شاید کاخی ناتمام از روزگار اشکانی یا حتی هخامنشی. باستانشناس‌ها هنوز در مورد این بنای سترگ در کنگاور اختلاف نظر دارند. این دوتا که دارن چی میگن؟ هر دوره از تاریخ داستان و قصه خودشو داشته به هر حال و دستخوش تغییرات زیادی شده. برخی آن را جایگاه نیایش ایزدبانوی آب می‌دانند و برخی کاخ سلطنتی، اما در هر حال این ستون‌های خاموش گواهی هستند از شکوه ایران باستان و هرچند زلزله و گذر زمان بسیاری از آن را ویران کردند، هنوز از عظمتش چیزی نکاستند. اینجا تاریخ همچنان در دل سنگ‌ها نفس می‌کشد. تفکر اکثریت جامعه اینه، ارزشی برای آثار تاریخی هویت تمدنمون قائل نیستیم.